به نام خالق یکتا و توانا، هموطنان عزیز درود و سلام خدمت شما. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و صحت و سلامت باشین. باز هم من سکندر ولیزاده در خدمت شما هستم و امروز آمدیم تا یکی از مناطق خیلی زیبای ولایت کاپیسا را برای شما به معرفی بگیریم. امروز ما در منطقه هستیم به نام سیاد. سیاد منطقه است که مربوط مرکز ولایت کاپیسا میشه و بیشتر مردم اینجا به تفریح میان، به خصوص روزهای جمعه. و امروز روز جمعه است، ما میریم امروز میبینیم که چقدر مردم برای تفریح میان، امروزشون مصاحبه میکنیم، میبینیم که از کجا آمدن و از چقدر راه به اینجا آمدن. و ناگفتن باید گذاشت که این منطقه جایی است که آب دریای غربند و آب دریای پنجشیر با هم دیگر یک جای میشن که یک آب خیلی فراوان را تشکیل میدن که به زیبایی های این منطقه میافزاید. و همچنان بیشتر مردم این منطقه که هستن شکارچی هستن، صیاد هستن و به همین خاطر نام منطقه سیاد گذاشته شده است. در ادامه با ما باشید و بیشتر با سیاد آشنا شوید. دوستای نهایت عزیز، در کنار ما یکی از هموطنان عزیزم هست که امروز آمده در سیاد به چکر آمدن، بیشتر باش آشنا میشیم. سلام علیکم برادر. بخیر هستین صحتمند جان تاجور؟ بخیر باشین. میشه خدا معرفی کنین؟ بله، محمد اخلاص هستم. اخلاص جان خوش شدیم. چی حال دارین؟ صحتتون خوب است؟ بخیر باشی، سلامت باشی. اخلاص جان کجا میشینین؟ فعلا زندگی در کجا میکنین؟ جای بود باش هست ما کابل است. چطور که امروز سیاد آمدین؟ والا دیگه امروز به خاطر اینکه رخصتی بود، یک دوستا و رفقا گفتن که بریم از شکر، بازم سیاد انتخاب کردیم برای تفریح. بسیار خوب. چطور به نظر میرسه امروز سیاد در آب و هوا؟ والا جای خوبی است، نسبتا آب و هوا هم خوب است، نه گرم است نه سرد است، معتدل است دیگه. تا فعلا برای ما خیلی خوش گذشته. چطور از باز اخلاص جان مردم سیاد چطور است؟ همراهتان ان شاء الله که چطور از رفتارشون خوب بوده؟ والا خیلی خوب است، خیلی مردم مهمان نواز هستند دیگه، ما از پیششان خوش هستیم. بسیار زیاد تشکر. تفریح خوش براتون می‌خوایم اخلاص جان. باشین، بخیر باشین. نهایت عزیز، ما در رستوران انصاف هستیم و در کنار ما استاد مقبول است و بیشتر باش آشنا میشیم. سلام علیکم استاد مقبول. سلام علیکم، خوب است جان تاجور؟ بخیر باشین استاد مقبول. چه حال دارین؟ صحتتون خوب است؟ سلامت قربان، تشکر. چطور هستین؟ امروز کاربار چطور است استاد مقبول؟ والله خدا را شکر است، الحمدلله. چطور از باز میموناتون؟ امروز روز جمعه است دیگه. تانوس اگر چند وقت است میمونو میان نمیان؟ خوب است. روزهای جمعه باز میان نسبت به دیگه روزا خود روزهای رسمیات می باشه، باز یک روز جمعه، روزهای جمعه و پنجشنبه خوب است، مردم میان کم تو. باز می بیشتر مردمی که جمعیان شاید شما کتشون آشنایی داشته باشین، از کدام ولایت هستن؟ سابق بود اکثریت مردم از کابل، هم از کابل می آید مردم، خود نسبت به سابق حال قدر از کابل نمی، خصوصا از ولایت‌های مختلف حال زیاد مردم می آید. مثالش قندار، هلمند و از طرفای سمت‌های دور مردم زیاد تر. از طرف جنوب گفته دیگه. از طرف جنوب.